راجع به نسل جدید رپ فارسی چیه؟ آره دیگه، من الان بچه داشتم همشون همون سن بودن دیگه، مثل برادر کوچیک و بچه هامون میمونن. حالا سرمایه های واقعی همینا هستن. قرار بوده با نسل جدید همکاری های شکل بگیره بین شما، ولی این پروژه نیومد. پول میخواد دیگه، هزینه آهنگساز داره، تنظیم کننده داره، همین پول فیت منو باید بده. حالا ما به بعضی‌ها یه تخفیفایی دادیم، فردا روز هم یا ندادیم، باهاشون عادی کار کردیم، بیشعور یارو شاخ شده واسه ما. خب در صورتی که همینجا بود شتکش میکردیم. تو بیخود میکنی، من بهت حال میدم میای گو میخوری پشت سر من. تو میدونی گو خوردن پشت سر من چه نتیجه‌ای داره، بعد باز همین کارو میکنی. به عنوان یه نسل جدیدتر تو کارت زشته. یه کاری کن تو قلب ما جا پیدا کنی، اصلا یه کاری نکن قلب ما بیای بیرون، بیای رو ما. میدونی چی میگم؟ اینجوری نکن. همین کل داستان اینه. من زیاد بازی میکنم، بعضیاشون دلش دوست دارن اوبشون بالاست، میدونی من دوست ندارم باشون ور برم، چون من دارم زندگیمو میکنم. نه این کارا خوشم میاد، نه بچه بازم، نه این کارا دوست دارم. جدی میگم. اگه نیی داشت برو مطب، برو پیش یکی دیگه. به من ربطی نداره که تو بازی تو میخوای تو رپ اینجا سر اسطوره‌اش پیاده کنی. من اسطوره این کاری. آره میفهمم. بعد از همین حرفای من اینا میم میسازم، میم بسازم. میمم تو دهنتون. اون پروژه که نیومد بحث بودجه و اینجور چیزایی بودش که یا پولشو نداشتن بدن داداش، یا شعرشون می بوده، یا خودشون بودن. یه چی این وسط شما دنبال چی میگردی آقا؟